Yo, kaka isso. Video. Foi bom. اونم جای حجیه گفت میشه Escolheu chantar no parque. الشيء تجدين أنت لازم تذهب معهم وتأتي بهم مرة أخرى إذا أحد يبيع وتأخر لدينا خب با یک بار دیگه الحمدلله ما در مسجد امروز نماز رسیدیم. یک بار دیگه خب شافیار التماس کردن که دیر نتونیم برای همین خیلی وقت داریم برای همین 5 تا 10 دفتر میرایم دیر کنم نماز میخونیم برای همین تماشای مسجد هم میکنیم کوشش کنیم که دیر نتونیم اما یک جا بریم خوب میشه. يمكن هو يذهب ايش شخص نقول هناك بارك جدا الشيخ. خلاص يا شيخ تاج الدين مثل ما كنت ان شاء الله. تكون هنا جوازات شو جوازات
شيخ مع بعض الأخوان تراب كده الله شهر دیگه خب دایرو اوز همه چی میشه والله أنا أقول لي مولكوان جبداك سوى كوي ليمون أبدا يا ما عم يفرني يفرني ايوه çayı içine Dolya Size gidon kadar ki. Dolya ya dolar. Ya turist süveci kilemçi. اولین شخصیت از جمله زوار و سیاحت کنندگان عالمی از جنوب تاجیکستان، بزرگترین و یک از برجسته ترین متفکران و فیلسوفان عالم اسلامی و غیر اسلامی، شیخ ناصرالدین شیخ مصلح الدین ناصر خسرو قبادیانی که به زیارت شهر طائف آمده است و در کتاب سفرنامه‌اش حوادث را و زیارت‌ها و آن چیزی که در بودنش در طائف رخ داده است در کتاب سفرنامه‌اش آن را درج کرده است و بسیار از زوار یا اینکه سیاحان نیز به شهر طائف در قدیم آمدن و یادداشت از تاریخ و حوادث شهر طائف برای خود گرفتند. از همین جمله ما نیز انشاءالله از جمله همان زوار زیارت کنندگان و مشاهده کنندگان
میگردیم که شاید در ذهنی یکی از ما یا بعضی از ما یا همه ما به کلی یک تفکرات و یک مفهوم در برای وسیع کردن تفکر و مفهوم ما شاید یک کمک کند و این دیدنی ها سبب رشد عقلی و ذهنی ما شوند. یک زمان در شهر طائف که اصلا قبیله های زیادی در اینجا زندگی میکردند و ان همون طائف بگیم در دوره خلافت، در دوره پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتیم که اینجا بر سخاوت و بر دورویی خود این منطقه شهرت داشت، زیرا یک منطقه کشاورزی است که همه چیز در آنجا میروید و باد هوای خوبی هم دارد. عبدالمطلب بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم انا بسوی همین منطقه یعنی 50 کیلومتری دورتر از شهر طائف که وابستگی شهر در اطراف که همین قریه در اطراف همین شهر طائف بود، قریه حلیمه سعدیه مادر رضاعی محمد صلی الله علیه و سلم. عبدالمطلب نبیره کوچکش محمد رو به همین منطقه فرستاد تا آنکه در قریه حلیمه در قریه بنی سعد در آنجا تکمیل یابد، یعنی دوره کودکیش رو در آنجا بگذراند و همون حلیمه که محمد صلی الله علیه و سلم رو رضاعتی میکرد یعنی شیر میداد در 50 کیلومتری همین شهر بود که تا امروز همین قریه با نام قریه حلیمه سعدیه مشهور است. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی را از پیامبر صلی الله علیه و سلم تذکر کنیم که همین منطقه یعنی طائف که در اینجا گفتیم یک چند قبیله زندگی میکرد، یکی از همین قبیله ها ثقفی ها بودند، بنی ثقف. محمد صلی الله علیه و سلم با حدیث اخباریش برای ما آگاهی داد در آن زمان که از بنی ثقف کسی پیدا می شود و می آید و کعبه را ویران میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث اخباریش را در زمان زنده بودنش گفت، از دنیا گذشت ولی بعد آن کسی کعبه را ویران نکرد، تا آنکه انشاءالله همین قصه می آید و اگر آماده گوش کردن باشیم قصه رو انشاءالله برای شما بیان میکنیم. اگر خودتون هم برای قصه گوش کردن. خب حدیث های اخباری اول درباره حدیث های را میگن که در مدت بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم تا آخر زمان رخ میدهند. از جمله حدیث هایی که درباره علامت های آخر زمان خبردار میکنن ما را، همین نوع حدیث ها را حدیث های اخباری میگن که چنین میشود، یا اینکه ظهور مهدی، یا اینکه نزول عیسی علیه السلام امام مهدی. همین حدیث ها از جمله احادیث اخباری هستند. خب بنی ثقف پیامبر صلی الله علیه و سلم در برای آنها این اخبار را داده بود و با گذشت ایام بعد از وفات محمد صلی الله علیه و سلم خب و پراکندگی بین خلیفه های اسلامی، عالم اسلام آنگونه شده بود که عراق بر حال خودش مستقل بود و تحت خلافت اسلامی را که آن زمان این خلافت را اموی ها اداره میکردند، یعنی زمام اداری دولت اسلامی
و خلافت اسلامی در دست بنی امیه بود. از معاویه رضی الله تعالی عنه سر کردن بعد از جدا شویشان یا که حربشان با علی رضی الله تعالی عنه و خلافت اسلامی در اداره در دست بنی امیه بود. بنی امیه در عراق گویا مجبوری آنجا سربری یا راهبری میکردند. مرکز بنی امیه شام بود. خلافت اسلامی رو مرکز شام بود. مدینه و حال خود هم پیمان مکه بود، بگیم سیوزنیک هم پیمان مکه بود، ولی تحت اطاعت خلافت امویه خلافت شام نبود و مکه نیز اینچنین با هم پیمانیش با مدینه مخالفت یا مقابلیت بر ضد خلیفه اسلامی در آن وقت خلیفه اسلامی از بنی امیه عبدالملک ابن مروان بود و در مکه عبدالله ابن زبیر یکی از صحابگانی که در کودکیش پیامبر صلی الله علیه و سلم دست مبارکش را بالای سرش گذاشت و سوی او گفتی ای عبدالله وای بر حالت از دست قوم خودت. عبدالله ابن زبیر این حادثه را خیلی در یادش گرفته بود که شاید در عمرش چی مشکلی بالای سرش بیاید، چون که آنچه محمد صلی الله علیه و سلم میگوید آن از علم و حاصل اجتهاد علمی خود نیست، بلکه آن گفته الله است. محمد صلی الله علیه و سلم از اجتهاد، از رأی خود، از نظریه خود، از تفکرات خود برای مردم چیزی نگفته است و آن چیزی که محمد صلی الله علیه و سلم میگوید همه گفته هایش گفته های از جانب الله متعال هستند. چی به شکلی که توسط جبریل علیه السلام اومدن و در یک کتاب جمع شدن و آن را ما قرآن، مصحف، فرقان یا کتاب مینامیم، کتاب مقدس، چی به شکلی که اصحاب آن را در کتاب سنن جمع کردن و آن را ما حدیث میگیم. هر دو هم سخنان الله متعال هستند و این وصف را به پیامبرش الله متعال در کتاب مقدس چنین میگوید: و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی الله علیه و سلم از نزد خودش برای شما نطق نمی کند. آن چیزی که محمد صلی الله علیه و سلم شما را میگوید همش از جانب الله هستند، الله متعال. برای همینم عبدالله ابن زبیر میدونست که آن چی محمد صلی الله علیه و سلم گفته است انا همان چیز می شود و میدونست که روز از بنی ثقف یعنی ثقفی از طائف می آید و این کعبه رو ویران می کند، ولی نمیدونست که آن کی می شود و هیچ کس هم اینو نمیدونست. ایام میگذشتن و والی مکه یا حکیم مکه عبدالله ابن زبیر انا همون صحابیه که مادرش اسماء بنت ابی بکر صدیق است، آقای عایشه رضی الله تعالی عنها. و من هنا إلى الشيخ هذا قصر الشيخ سعود الشريم إمام المسجد الحرام. سعود الشريم. شوف هذا قصره من هنا يبدأ إلى الأخير. شوف هذا قصره. در طرفی شوف هذا من سعود الشريم. من اینجا بگیم طرفی چپی دست ما دیوالایی که در زیرش بگیم درختان بگیم خونه یا که دچه‌ای که اصلا همه یعنی ملکا و شیخ‌های مشهور سعودی داشته دارن. شیخ شوریم سعود شوریم امام مکه گذاشته میشه به طرفی دست چپ. أعوذ بالله أعوذ. شيخ 20 دقيقة يكفي؟ لا نصف ساعة يعني نصف ساعة طيب ما مش بس نصف ساعة لا يتأخرون ثلاث لأن لدينا الفواكه بعد ذلك نصلي الظهر لازم في المسجد. كل عربية بإيجاد إيه؟ لدينا مصنع الفواكه باقي نذهب إليه. طيب. وأنت ترى كيف الطريق هنا. ألوية يا ناخذ 25
ай алҳамдулиллаҳ шинида шуди вақти ба заводи атрбурурӣ расидем алҳамдулиллаҳ ҳамагӣ максимум шофёр 25 дақиқа вақт буда гар бародарон маро бубинем ҷаи чиз нест касе чизе харида 25 дақиқа хела чия хела вақта барои хотире ки мо пешина бояд успед кунем пешина бурем бихонем хати дар ҳамон масҷиде ки эҳром мебандем ҳавои зур буда ҳавои сабук ҷа گل کده زردالو زردالو گل کده استاذ شاهي استاذ استاذ شاهي كيف فري يس فري يا استاذ يا استاذ استاذ هذا شاهي بس ياخذ شاهي يجلس ها ياخذ شاهي يجلس خب هذا قسمه کناتی به هیچ بگیم به پولای چوی خود بگیره با حاضر اینجا بشینه در سودانی گوشه چی بی برمار دارم این سوگونا زور چوی بگیره هم بشینه چند دقیقه بعد اصلا میخواد چوی نخیری دهنه میکنه خب چوی نخیری دهنه میکنه یا خطی ای بجو چوی میگیریم یو خواهد pasa. اینجا کینو تماشا میکرده کو کینوی دوخی کینوی دوخی هواش زوری جرا هوای بهترین شوية ما يخلي ماشينيك جا رئيس عايز تقلع جاي جا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء المختصر من عرض فيلم وثائقي عما يقوم به مصنع شوق الله التجاري بهذا اليوم الطائف سواء على المعامل التقليدية أو المخترع الجديد ونتمنى من الله عز وجل أن ينال استحسانه. From the highest peaks of the Taif Mountains to the region of Hada and Jaffa, which has the finest flower species. Each year and every spring, flower still starts to flourish and lasts about 50 to 55 days. In this period, farmers start harvesting al-ahmar, which means flourished flowers only. They have been harvested early in the morning and placed in bags, moistened with water, so to won't wither.
чай. Настоящий арабский чай. Afterwards, the roses are brought to the factories. Ya meşideydi Roma'da. Ya. nereye çalışıyor bu? Tam kıyıcı Ha, aí sim, Ramadan. Göreceğiz diyorum kakı. And then, workers start counting 125 roses to be placed in one pan of the scale and putting the same count in the other pan. Then they collect all of them in a single pan and weigh 250 roses. He continues until the number reaches almost 1,000 roses, all placed in the scale as a multi-huge reference, in which the then it is transported in baskets to Cocoa-Head factories. The factory has a pot. Each pot can hold its size about 2,000 to 20,000 Videoda dukhi sayıyor makina. Ana videoda dukhi. Each pot is added by taking of 5,000 a size Oi também foi, braço. and another token with ethanol, which is the first and second drop. It's called refining. And then it's Aí cara, and loaded so they will not do any wasting, and so that the perfume is not leaked in the air. It is used in the welding of the so-called plaster, the paper stuffer. ana peşko dukhi sayıyor makina. And then the gas burners are vented to a high degree of 40 to 50 minutes until the boiling starts and steam starts to mount to the leg. Kot peşko chance hoje historia. Is designed with a smooth orientation towards the pipe that pulsates leads with the radiator to intensify steam and turn it into a liquid of rose water Aonde dukhi? and connect it to Aonde chota dukhi kanisa. Ana duro. Aonde dukhi? so the rose perfume does not smell until the perfume slowly on the surface of the rose water. Ana bro madem ya. Aynen bir şey daha. O bir şey. Tamam tamam. Kırna şidyanı aparatoşo. Is one of the hardest stages and takes place in 3 consecutive stages until the perfume appears with the proper and pure appearance of all impurities and sediments that affects the purity and quality of the fragrance. This method is established in all conventional laboratories. This device is a new invention made of